امیرالمومنین جوان با عموی مسنش که از پیغمبر 2 سال بزرگتر بوده، جناب حمزه 2 سال یا 4 سال بنابر روایتی از پیغمبر سنن بزرگتر بوده و برادر رضایی پیغمبر هم ضمن هست جناب حمزه. نشستن امیرالمومنین با این عمو و با اون برادر و با اون پسر عمو قرارداد هستن بر یه امری. اون امر قاعدتاً جهاد حتی شهاده است، یعنی که ما در این راه، در این حرکت بی‌محابا میریم تا لحظه شهادت. بعد حضرت میفرماید که وفینا به حیل الله و رسوله صلی الله علیه و آله فتقدمنی اصحابی. این رفقا 3 نفر از من جلو افتاد